ما از خلوتگاه نوروزی تلویزیون ورزش به شما درود نوروزی میفرستیم. شامتان بخیر باشد همدیران عزیز و ارجمند. زیهی و آفرین و سلام و درود بر روح پرفتوح فردوسی که شاهنامه را ایجاد کرد و آفرین و زیهی به سرور دولت محترم امام علی رحمان که این شاهنامه را همچون یک کتاب به هر یک تاجیک تقدیم نمودند و امروز در کل خاندان مردم تاجیکستان این شاهنامه خوانده می شود و ما نیز این شام تصمیم گرفتیم که در برنامه خلوتگاه نوروز شاهنامه خوانی کنیم و برای یک صحبت استاد سعدی مهدی دیرکتور مؤسسه دولتی اکادمی وسایط اخبار عامه اون نفری که سخت به شاهنامه توأمند دعوت کرده ایم و میخواهیم این شام با استاد البته داستان پیدایش بازی شطرنج را در اینجا قرائت کنیم و البته اطراف محض پیدایش بازی شطرنج و چگونگی آن در اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی صحبتی هم آراسته باشه. نوروزتان مبارک باشد. خوش آمدید. واقعا هم درست قید کردید. این شاهنامه با همین بزرگیش با تشبوس سرور دولت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به هر خاندان یک نسخه رسید. یعنی از دو جلد یک نسخه شاهنامه است، از دو جلد رسید و ما هم گرفتیم شاهنامه را و واقعا هم اهمیت میدیم. بسیاری مردم شاهنامه خوان شدند و همون آزمون شاهنامه خوانی اعلان شده است. مبلغ یعنی کلان در یکم مراتب چنین مبلغ کلان داده می شود 140,000 برای شاه جایزه. ما فکر میکنم که این توجهی به واسطه سرور دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با این شاه اثری بزرگ است. زیهی ملتی که شاهنامه دارد و ابد زنده از جاویدانی است ملتی که شاهنامه دارد. اکنون در مورد بازی شطرنج گفته همین خیلی باب است. اندر فرستادن رای هند یعنی رای پادشاه هند شطرنج را نزد نوشین روان. در بسیار جاها نوشیروان است، خدی فردوسی نوشین روان میگوید. خب و چنین گفت موبد که یک روز شاه به دیبای رومی بیاراست گاه. بیاویخت تاج از بری تخت ساج. همه ساج آج و همه آج تاج. یعنی آج همون یک استخوان فیل است که تخت می ساختن. همین بسیار ذکر شده است در شاهنامه. همه برج ماه و همه گاه شاه. همه بارگاهش سراسر سپاه. همه کاخ پرموبد و مرزبان. ز بلخ و ز بامی و از هر کران. چنین آگهی یافت شاهی جهان. ز گفتار بیدار کارآگهان. که آمد فرستاده شاه هند. ابا پیل و چتر و سواران سند. شتروار بار است با او هزار. همه راه جوید بری شهریار. همانگه چو بشنید بیدار شاه. پذیره فرستاد چند سپاه. اکنون یک چیز دیگر اهمیت دارد که همون مقصد از فرستادن همین بازی یک دویم برای چی شاه هند به شاه ایران باج و خراج دهد. اینجا در منظور این که اگر ما در ذهن در عقل و تمیز و فراست در علم اگر از شما بالا باشیم چرا ما برای شما باید باج دهیم؟ بله. همین نقطه را باید ما بخونم. بیاورد پس نامه بر پریند. نوشته به نوشین روان رای هند. یعنی همون نامه را بر یک متاع با نام پریند است در همون متاع نوشته شدگی بود. نوشته به نوشین روان رای هند. یکی تخت شطرنج کرده برنج. تهی کرده از رنج شطرنج گنج. چنین داد پیغام هندی زیرای که تو
که تا چرخ بخشد تو بادی بجای. کسی کو بدانش برد رنج بیش بفرمای. تا تخت شطرنج پیش نهند و هر گونه رای آورند که این نغز بازی به جای آورند. بدانند هر مهره را بنام که چون راند باید شو خانه کدام. پیاده بدانند و پیل و سپاه رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه. در اینجا نام هر مهره را نامبر میکند. گر این نغز بازی برون آورند بدانندگان بر فزون آورند. همان سا و باژه که فرمود شاه به خوبی فرستم بدان بارگاه. وگر نامداران ایران گروه از این دانش آیند یک سر ستوه. چو با دانش ما ندارند تاو نخواهند از این بوم و بر باژ و ساو. همان باژ باید پذیرفت نیز که دانش به از نام بردار چیز. دل و گوش کسرا به گوینده داد سخنها برو کرد گوینده یاد. یعنی با یک نفر گوینده در بین با ترجمه کرد به کسرا. کسرا همین نام دیگری انوشیروان. کسرا همون معنی خسرو را دارد و شاهان ایران را خسرو میگفتند. نیادند شطرنج نزدیک شاه با مهرت درون کرد چند نگاه. یعنی این قدرش رو خواندم برای آنکه اینجا بسیار مهم بود. خب یعنی شاه نوشیروان البته موبدان و وزیران و موبدان و خردمندان دربار را دعوت میکند و آنها خیلی میآموزند نمیفهمند که این چی گپ است، این چی بازی. بعد که میآید بزرگ جماهیر حکیم یعنی بزرگ مهر حکیم میگیرد و این را در یک شب میگوید که در یک شب میآموزد و اسرارش را کشف میکند. بسیار دانشمند خردمند، دانش بسیار و حدی بالا است که در یک شب این بازی را کشف میکند. شاهمود کلمه اصلی توجیکی است که مثلا فردوسی در از شاهسرش ذکر کرده است و این شاهمود از دو کلمه توجیکی عبارت است، شاه و موت. موت را بعضی ها میگن موت، این موت نیست. موت این حیران شدن است، محبوب شدن است. یعنی موت و محبوب شدن یعنی در یک شرایطی مونده در کار که حیران میموند چیکار کند. یعنی شاه در همین گونه وضعیت میافتد و موت نیست، چون که شاه را اونجا کسی به قتل رساندن حق ندارد. شما ببینید در بازی شاه فقط یگانه دانه که زده نمیشود. اهمیت بازی هم در همین است. در قصه گاو و در تلحن این بسیار خوب گفته. یعنی ممکن شاه رو زدن ممکن نیست و این اهمیت یعنی بازی هم در همین است. خب اکنون برمیگردیم سر اون که در شاهنامه چی گفته شده است. بعد وقتی که بزرگ جماهیر حکیمی را میکشاید با همون نفری که با تعبیر از هندوستان آمده است با شاه بازی کند، بازی میکند و او را مات میکند. این بسیار یک عجایب است. چند دست مات میکند، چند دست مات میکند و حیران میشوند. بعد میگویند که ما هم یک بازی میبروریم در عوضش. در قبال شاهمود نرد پیدا شد. من فکر میکنم که از بس که نرد چرا یک بازی تفریحی است، بازی است که فکر زیاد رو طلب نه. نرد بازی خوب است، فکر زیاد رو طلب نمیکند. من فکر میکنم که برای تفریحی که در شاهمود به حد فکری چخور لازم است. درجه عالی تفکر انسانی از شاهمود. سواران به هر سو برافکند گاو به جایی که بود موبد پیشرو. سراسر به درگاه شاه آمدند بدان نامور بارگاه آمدند. جهاندار بنشست با هندوان بزرگان دانا و روشن روان. صفت کرد فرزانه این رزمگاه. یعنی گاو طرزی تخته چیره شهر داد که همین گونه یک رزمگاه با برادر همون گونه جنگ کردند، لشکرها جنگ کردند، ولی کسی به خودی تلحند کار نگرفته است. تلحند چگونه از رفته است مثل همون
از دنیا چگونه رفته است؟ در کارزوری که بین گاو و تلهن کارزور میافتد و عاقبت تلهن یعنی گاو بر تلهن غلبه میکند. نگاه کرد تلهند از پشت پیل، زمین دید بسان دریای نیل. زمین دید برسان دریای نیل، همان باد بر سوی تلهند گشت. با آب و به نان آرزومند گشت. ز باد و ز خورشید و شمشیر تیز، نه آرام دید و نه راهی گریز. بر آن زین زرین بخفت و بمرد، همه کشوری هند گو را سپرد. به بیشی نهاده است مردم دو چشم، ز کمی بود دل پر از درد و خشم. نان ماند ای پیر دانا نه این، ز گیتی همه شادمانی گزین. اگر چند بفزاید از رنج گنج، همه گنج گیتی نرزد برنج. ز قلب سپه چون نگاه کرد گو، ندید آن درفش سپهدار نو. سوار فرستاد تا پشت پیل، بجوید بگردد همه میل میل. ببیند که آن لعل رخشان درفش، خزان بود روی سواران بنفش. کجا شد کو نیست گویا نبرد، مگر چشم من تیره‌تر کرد گرد. سوار آمد و سر به سر بنگرید، درفشی سر نامداران ندید. همه حلبگه دید پرگفتگوی، سواران لشکر همه شاه جوی. فرستاده برگشت و آمد چه گرد، سخنها همه پیش گو یاد کرد. سپهبد فرود آمد از پشت پیل، پیاده همه رفت گریان 2 میل. و مرگ برادر گریه میکرد و طرف برادر 2 میل. همه میدان کلان کارزار بود است، میدان نبردگاه بود است. برادر چو تلهند را مرده یافت، روحی لشکر از گرد پژمرده یافت. سراپای او یک به یک بنگرید، به جای برو پوست خسته ندید. حتی یک زخم در بدنش میگه نبود. خروشان همه پوست از تن بکند، نشست از برش سوگوار و نژند. همه گفت زار ای نبرده جوان، برفتی پر از درد و خسته روان. یعنی در همین جا یعنی قصه تلهند تمام می شود و اکنون با مادر فهموندن در کار. با مادر فهموندن در کار که چگونه تلهند از دنیا رفت. و نهکن اینجا مادرم از شنیدن مردن پسرش که پسر دیگرش هست بسیار سوگواری پیشه میکند، یعنی ماتمداری میکند و همین ماتمداری او دراز دوام میکند. دیگر گاو به نزد مادر میدارد، به گاو نگاه نمیکند. مادر بسیار رنجیده است از برادر که تو برادرت را کشتی بوده. برای همین گاو طور میکند، دعوت میکند موبدان را که یعنی همین تخته بگیرید بسازید رزمگاه رو، خب با مادر بفهمانیم که تلهند چگونه مرده است. یعنی من در کشتن او دست ندارم، من او را نکشتم. گفته همینه باید ما در تخته نشان دهیم. و همین جایی که در شاهنامه بسیار خوب هر یک مهره گفته شده است، تصویر شده است. بله. همین خیلی باب است. بازی شطرنج ساختن از بحر مادری تلهند، با او تا بفهمونند که در او چگونه وفات کرده است. خواهش میکنم من قرائت کنید. سواران به هر سو برافکند گو، به جایی که بود موبد پیش رو. سراسر به درگاه شاه آمدند، بدان نامور بارگاه آمدند. جهاندار بنشست با هندوان، بزرگان دانان و روشن روان. صفت کرد فرزانه این رزمگاه، که چون رفت پیکار شاه و سپاه. ز دریا و از کنده و آبگیر، یکایک بگفتند با تیزویر. تیزویر یعنی آدم باهوش، شخصی که موبدی باهوش را فهموندن که همین گونه یک میدانی بود، یعنی کنده بود، آب بود و لشکر و سپاه. نخفتند از ایشان یک تیره شب، نه بر یکدیگر برکشادند لب. ز میدان چو برخاست آوای کوس،
جهان دیدگان خواستند آبونوس، یکی تخت کردند از آن 4 سو. دو مردی گرانمایه و نیک خو، همانندی آن کنده و رزمگاه. بروی اندر آورد روی سپاه، یعنی دو سپاه را روی هم آوردند، تخته را ساختند و در بالای آن دانه ها را چیندند و شرح می‌دهد بزرگوار فردوسی، شرح می‌دهد بر آن تخت 100 خانه کردند نگار، خرامیدنی لشکر و شهریار. پس آنگه 2 لشکر ز ساج و ز عاج، 2 شاهی سرافراز با فر و تاج. پیاده پدید اندرو با سوار، 2 صف کرده آرایشی کارزار. از اسپان و پیلان و دستور شاه، مبارز که اسب افکند بر سپاه. همه کرده پیکر بر آیین جنگ، یکی تیز و جنبان یکی بادرنگ. بیا راسته شاه قلب سپاه، ز یک دست فرزانه نیک خواه. فرزانه هم فرزین است. و بر دست شاه از 2 رویه 2 پیل، ز پیلان شده گرد هم رنگ نیل. 2 اشتر بری پیل کرده به پای، نشانده برایشان 2 پاکیزه رای. یعنی در همین جنگ، در همین تخته های اولی شطرنج همون شتور هم بوده است. یعنی همون پیل است افسر، دیگر دانه ها را شرح میدیم. بر دست شاه از 2 رویه 2 پیل، ز پیلان شده گرد همرنگ نیل. 2 اشتر بری پیل کرده به پای، نشانده برایشان 2 پاکیزه رای. با پهلوی اشتر 2 اسب و 2 مرد، که پرخاش جویند روزی نبرد. مبارز 2 رخ بر 2 سوی 2 صف، ز خون جگر بر لب آورده کف. همون 2 رخی که ما در اصطلاح امروزه توره میگوییم. بله همون است. پیاده برفتی ز پیش و ز پس، کیو بود در جنگ فریاد رس. چو بگذشتی تا سر آوردگاه، نشستی چو فرزانه بر دست شاه. همان نیز فرزانه 1 خانه بیش، نرفتی به جنگ از بری شاه پیش. 3 خانه برفتی سرافراز پیل، بدیدی همه رزمگاه از 2 میل. 3 خانه برفتی شتر همچنان، با آوردگه بر دمان و دنان. همان رفتنی اسب 3 خانه بود، برفتن 1 خانه بیگانه بود. ببینید چگونه بله، خانه که خالی میمونه. بله، همان رفتنی اسب 3 خانه بود، حرف گ میزند. برفتن 1 خانه بیگانه بود. 1 خانه در اونجا بیکار میمونه، خیلی حرف گ میزند. عجیب تصویر کرده است. همان رفتنی اسب 3 خانه بود، برفتن 1 خانه بیگانه بود. نرفتی کسی پیش روخ کینه خواه، همه تاختی او همه رزمگاه. همین گرد و بگیر هر کجایی که میخواد حرفی جمع میرود. همین خیلی بسیار خوب تصویر کرده است همین توره را، روخ را. نرفتی کسی پیش روخ کینه خواه، همه تاختی او همه رزمگاه. همه ران هر یک به میدان خیش، برفتن نکردی کسی کم و بیش. چو دیدی کسی شاه را در نبرد، با آواز گفتی که ای شاه برد. همون اصطلاحی که امروز میگیم شاه چخ شاه میگوین، همینجا با اصطلاح برد گفته است. یعنی گفته است برفتن نکردی کسی کم و بیش، چو دیدی کسی شاه را در نبرد، با آواز گفتی که ای شاه برد. ببینید که ما فرض گرد میگوییم و بعضا شامود بزرگ میگن که خیلی گپ نیست باید گرد نگوییم، ولی هست. اما در برای شاه را آگاهی دادن، چون که اینجا مقصد کشتن شاه نیست. برای میگه شاه را که برد، همین را با مادر میفهمونن که پسرت رو نه یکم کس نکشته است. شاه برد. شه از خانه خیش برتر شدی، همه تا برو جای تنگ آمدی. و از آن پس ببستند بر شاه راه، روخ و اسب و فرزین و پیل و سپاه. راه شاه را محکم کردند. از پشت شاه همون آب است، کنده آب است، دیگر شاه جا نیافت که رود.
شد از رنج و از تشنگی شاه مات، چنین یافت از چرخ گردان برات. یعنی از دنیای دون برات نجات یافت. میگوید بسیار یک دیپلماتی بلند، بسیار یک ملیح گفتاری فردوسی را بینید که شد از رنج و از تشنگی شاه مات، چنین یافت از چرخ گردان برات. یعنی نجات یافت، از دنیا جانش خلاص شد. میگه زی شطرنج تلهند بود آرزوی، گوان شاه آزاده نیک خوی. همه کرد مادر به بازی نگاه، پر از خون دل از دردی تلهند شاه. ببینید استاد، بسیار تصویر خوب، دانه به دانه، مهره به مهره، هر یک گردش ایست، همه آن را فردوسی به آن نازکی تصویر کرده است، به منطق مضمون و به جمع همون اسب را، حمایهش را، خودی فلسفه دولتداری، فرهنگ دولتداری. وقتی که مثلا دو ابرقدرت هم اگر جنگ میکنند، البته آنها شاه را حفظ میکردند، شاه را نجات میبخشیدند، خاندان او را نجات میبخشیدند و مبادا اگر شاه با یگان علت اگر میفوتید، این شاه فرمایش میداد، فرمان میداد که اونا به همون عنصرهای بزرگی عرف و عادت عنعنوی، مثلا همون قوم و ملتش مثلا دفن کنه. و اخیراً با همین تصویر خود فردوسی فهمانده است ما و شما خواننده های این اثر بیزوال رو که اخیراً مادر گو و تلهند اخیراً درک کرد که واقعاً دستی برادر به خون اون برادر دیگر آغشته نیست. بله. اصلا یک فلسفه دیگرش هم در همین همین است. یعنی فلسفه بزرگ همین بازی در همین است که بازی شاهمات بازی واقعا هم تحملی است، یعنی با صبر و تحمل بودن در کار، و هم بازی است که ذهن را طلب میکند، بسیار یک تفکری عالی را طلب میکند. یک چی خلاصه بازی شاهانه است، یک بازی عادی نیست. و همون گونه ای که ما پیشتر هم در مقاله های خود گفته بودیم، همین تاجیکی تاجدار، تاجیکی تاجور، تمام عرف و عادتش، زندگیش با کلمه شاه، با کلمه تخت، پیش تخت میگوییم که مراسم پیش تخت داریم، یعنی شاه میگوییم یک نفر در عمرش یک بار باید شاه باشد، شاه شود. یعنی همین آرمان های تاجداری، تاجیک تاجدار در بازی شاهمات نیست هویداست. باید بگوییم که در همین داستانی که ما قرائت کردیم دو بازی است. دو بازی است که اهمیت جهانی دارن هر دیر. بازی یعنی شاهمات که سپورت همچون ورزش جهانی قبول شده، و بازی تاجیکی همین نرد. واقعا فلسفه نرد بسیار فلسفه بزرگ است و البته ما در برنامه های آینده درباره فلسفه نرد خواهیم گفت. از شاهنامه میگیم. البته از شاهنامه خواهیم گفت. استاد یک عالم سپاس از شما. و من فکر میکنم که از این صحبت همکنون بیننده های ما خیلی چیزهای زیادی را گرفتند، زیرا ما بارها درباره بازی شطرنج گفته بودیم، اما دلیل های معتمدی که در شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی آمدن همکنون ما و شما در اینجا توانستیم که قرائت کنیم. و ما از شما دعوت میکنیم که بیایید در برنامه خلوتگاه نوروز عموما ما شاهنامه خوانی را ادامه بدهیم، زیرا داستان‌های دیگری هم هستند که برخی از بازی‌های دیگری را که امروز ما و شما بازی میکنیم در شاهنامه اینجا تصویر شده است. ما با بیننده‌های عزیز گفته باشیم او را. الان باشد استاد عزیز ارجمند برای حضورتان در برنامه خلوتگاه نوروز و شما اظهار سپاس. نوروزتان مبارک باشد. یک بار دیگر دوستان عزیز ارجمند، نوروز شما هم مبارک باشد. در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.